ثروت تو چند قدمیته اگه نماد صندلی ببینی. هر وقت نماد صندلی دیدی حتما روش بشین و جلو رو یه نگاه بنداز. 100% با یه تپوله سنگچین قبر یا سنگ دوشاخ روبرو میشین. اگه نشستین روی سنگ صندلی و نگاه کردین به سمت طلوع خورشید، مکان دفینه در فاصله کوتاهی در شرق قرار داره. اگه صندلی سنگی دارای 1 یا 2 دسته باشه، معمولا مربوط به دفینه‌های بزرگتریه. تو این حالت باید به دنبال تپه‌ای کله‌قندی شکل باشین که نشون دهنده وجود تومولوس یا مقبره شاهزاده باشه. اگه سنگ صندلی بدون تکیه‌گاه باشه، معمولا نشونی از وجود دفینه در تپه‌ای پشت صندلیه. تو این مورد خاکریزی که در پشت صندلی قرار داره باید بررسی بشه، چرا که دفینه‌های مرتبط با این نشونه معمولا در داخل این خاکریزا قرار دارن. و اگه صندلی سنگی به اندازه نشستن 2 نفر باشه، نشونگر جایگاه یک پادشاه یا فرمانده عالی رتبه هستش. دفینه‌های مربوط به چنین نشونه‌هایی معمولاً در اطراف صندلی به صورت پراکنده قرار دارن. اگه به دنیای باستان علاقه داری، پیج منو همین الان فالو کن.